سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قرار با هم گردشی داشته باشیم در آرش مال منطقه آزاد انزلی. امروز شنبه 23 مرداد ماه و ساعت حدود 4 عصره. منطقه آزاد انزلی به همراه مراکز خریدش یکی از جاهای دیدنی و گردشگری در بندر انزلی و استان گیلان. آکواریوم به همراه بخش بازی، تفریحات آبی و همچنین پیاده‌روی سنگفرشی که تا چند صد متر در عمق آب هم ادامه داره، یکی از چندین جذابیت‌های این منطقه محسوب میشه. مجتمع تجاری تفریحی آرش مال در خرداد ماه سال 1403 در مساحت 22,000 هکتار در 150 واحد تجاری، سالن و سینما، کافی شاپ، رستوران و باشگاه افتتاح شده. امکانات و طراحی جذاب این مجموعه به سبک فروشگاه‌های اروپایی میشه گفت تحول خاصی در صنعت گردشگری و تجاری استان محسوب میشه، چرا که اولین مرکز خرید با چنین امکانات و طراحیه. در این ولاگ ما به 6 طبقه این مجموعه سری خواهیم زد. در طبقه ششم این مجموعه سینما، کافی شاپ به همراه سالن‌های VIP همراه با منظره زیبایی از منطقه آزاد و دریای خزر خواهیم دید. پل شیشه‌ای طبقه ششم هم واقعا هیجان انگیز بود. وجود فروشگاه‌ها با برندهای معروف و معتبر، همچنین تنوع کالایی بالا از امتیازات منحصر به فرد این مجموعه است. از مدیریت این مجموعه بابت اجازه دادن به تهیه این ولاگ تشکر میکنیم. راستی اگر تمایل دارید جاهای دیگر منطقه آزاد رو مثل آکواریوم و سالن بازیش و همچنین فروشگاه‌های دیگه به همراه تفریحات آبی و قدم زدن در ساحل رو ببینید، لینک ولاگ‌های اونها رو براتون در قسمت توضیحات این ویدیو قرار دادم. شهر انزلی که پیش از انقلاب به بندر پهلوی معروف بود، دومین شهر استان گیلان از نظر جمعیت. فاصله شهر انزلی تا مرکز استان گیلان یعنی شهر رشت حدود 37 کیلومتره. فاصله مرکز شهر انزلی تا منطقه آزاد و مجموعه کاسپین که این مجتمع آرش در اون قرار داده حدود 25 کیلومتره و در جاده بندر انزلی به کیاشهر قرار داره. ولاگ های زیادی از جاهای دیدنی این شهر مثل شنبه بازار انزلی، بازار ماهی فروشان، پارک بولوار و همچنین رانندگی و گردش و قدم زدن در مرکز شهر و مشترک‌های اون رو در کانال قرار دادیم که لینک پلیلیست مربوط به این شهر رو هم براتون در قسمت توضیحات ویدیو قرار دادم. اگر به دیدن زیبایی‌های استان گیلان علاقه دارید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. خواهشاً با لایک‌ها و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنیم. در ضمن در روزهای یک شنبه و پنجشنبه هر هفته در این کانال ولاگ جدید قرار داده میشه. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید.
谢谢。